رنگ فیروزه در دستگاه ماهور از رنگ‌های قدیمی آذربایجان. این رنگ به روایت داوود آزاد نواخته میشه. داوود آزاد متولد 1342 در ارومیه هست. او از 20 سالگی به صورت خودآموز موسیقی را فرا گرفت و با ساز تار آشنا شد. 1 سال بعد شروع به تدریس تار ستار در شهر تبریز کرد. او تمرین‌های بسیار زیادی انجام میداد و به سرعت پیشرفت کرد. در تحقیقاتی که در مورد موسیقی ردیفی ایران انجام داد میتونیم از تحقیق روی آثار غلامحسین بیکچه‌خانی نام ببریم که ماحصلش 2 آلبوم، یکی به نام عاشقی و یکی به نام مکتب تار تبریز هست که دومی خیلی نزدیکتر هست به شیوه غلامحسین بیکچه‌خانی. همچنین سراغ مرتضی آقاخان نیدابود و آقا حسین قلی هم رفت و تحقیقات زیادی در این مورد کرد. همچنین ستاره سعید هرمزی رو بررسی کرد که محصلش آلبوم به یاد هرمزی بود. در آواز هم روی آواز اقبال آذر و طاهرزاده کار کرد. همچنین قمرملک وزیری محصل تلاش‌هاش در مطالعه قمرملک وزیری و نیدابود آلبوم در بهار امید هست. او همچنین آلبوم هایی رو با حال و هوای موسیقی خانقاهی و صوفیانه با نام های نور جان، کوی تو، در میخانه، می بیرنگی، یا دوست، می صوفی افکن کجا می فروشند، تو همه ما هیچ منتشر کرده و یک آلبوم شاخص به نام دیوان شمس و باخت داره که این آلبوم کنسرت های اون در اروپا هم انجام شده. داوود آزاد اولین موزیسین ایرانی هست که در مالت، باهاما و رادیو کلاسیک اتریش موسیقی ایرانی اجرا کرده و همچنین اولین سخنران در رابطه با موسیقی ایرانی در دانشگاه آکسفورد هست. در سال 2004 کنسرت های آلبوم دیوان شمس و باخت رو در لندن، کمبریج، رادیو کانال 1 موسیقی کلاسیک اتریش، ژنو و قاهره انجام داد. در سال 2007 کنسرت های زیادی در اتریش، سوئیس، اسکاتلند، فرانسه، کانادا، استرالیا، فستیوال مولانا در ترکیه و همچنین در لندن اجرای به نفع مردم لبنان انجام داد. او تاکنون بیش از 300 کنسرت معتبر در کشورهای اروپایی، آمریکای شمالی، هند، استرالیا داشته و در فستیوال های بین المللی معتبر شرکت کرده و همچنین ضبط هایی و اجراهایی در رادیوهای بین المللی کشورهای مختلف داشته. این رنگ در دستگاه ماهور هست، ماهور آذری. البته میتونیم نزدیک بدونیم به ماهور خودمون، کمی تفاوت داره البته با هم. کوکمون هم دو سول دو هست، در ماهور دو اجرا میکنیم. دو دو سول دو سول دو سول، دو دو سول دو سول دو سول، راست 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 چپ راست راست راست، میره میدوره دو سی دو، راست چپ راست چپ راست چپ راست راست، می فا سول لا سول فا لا سول، راست چپ راست چپ راست چپ راست ریز، می به فا یک یک میاد. ره می فا سول فا می سول فا، مزراب و انگوش گذاری مثل قبلی هست. دو ره می فا می ره فا می، می ره می دو ره دو سی دو. انگشت دومی دو سول، سول سول فا، به فا سوری یه پژواک میدیم. سول سول فا سول فا سول سول فا، سول سول فا سول فا سول سول فا، لا سول لا تیریل داره. فا می فا سول، سول سول فا سول فا سول سول فا، سول سول فا سول فا سول سول فا، لا سول فا می فا سول که اینجا شبیه به گوشه افشاری خودمون هست. فا می فا فا می فا فا می فا سول لا، راست چپ راست راست چپ راست راست چپ راست راست راست، می ره می می ره می، ره دیز میشه. می ره می فا سول، ره می یک یک میاد. فا می فا فا می فا فا می فا سول لا،
می ره می می ره می می ره می فا سل سل فا سل سل فا سل سل فا سل لا سی دو می ره می دو ره دو سی دو می ره می دو ره دو سی دو دو و سل با هم میگیریم ریستک ریستک. این قطعه رو با سرعت 100 اجرا کنیم. همچنین به عنوان تمرین میتونیم این قطعه رو تند کنیم. به عنوان نمونه با سرعت 160 اجراش میکنیم.